سلام دوستان، این نال انبه است. اینا که حالا پایه ناله. بعد اینا رو میبینید، اینا این ناله زمانی خارج داشته، یه دوره خارج گرفته، حالا به دلیل آبیاری زیاد، حالا بیماری این یا حالا تنشه بهش وارد شده، خارج گرفته. بعد درمان شده ببینید و رخ زده، رخ جدید زده. حالا نمیدونم واضح است یا نه. نگران نباشید، اگه اینجوری میشه آبیاریتون رو کم بکنید، طاقت داشته باشید. این رخ میزنه، هیومیک اسید بهش بدین، 12-36 بهش بدین، یا حالا کود 320 بهش بدین، کود آهن بهش بدین، دوزای مخصوص خودشو. این ناله برمیگرده، اینجوری نال برمیگرده، یه رخ میزنه. الان داریم کم کم میریم تو فصل سرما، احتمال داره که نهالا کمتر رشد داشته باشن تا برج 12-1 که فصل بهار شروع میشه. پس اینو در نظر داشته باشید که این یه چیز طبیعیه، پیش میاد واسه نال انبه. یه عالمه نال انبه اینجا کنار من هست، این رخ دارن، بعد جوونه زدن. ببینید اینم یکی دیگه، این رخ جدید داره میزنه. یکی دیگه داغون بود، رخ زده بود، دنبال اون دارم میگردم. کجا رفت؟ ایناش، ببینید درب داغون ولی رخ زده.